هروکی ریببر ناوند راگهاندن یا هزن سوریا دموکراتیک فرهاد شامی بحثا ایریشن حکومتا و گوهز این لسر در حافر کرو آگاهی دان وی دیار کر کو ایریش به پلان و پشگیریا بالافرین شاهین این حکومتا و گوهز آ سوریه هاتنه کرن. فرهاد شامی دازانین کو ایریشن بداویه لدجی در حافرین نچکدار نقانونی بون. او ایریش به پلان و به پشگیری وزارت پاراستنی حکومت و گوهز هاتنه کرن. فرهاد شامی پشتراز کرد که ایریشا و داویه در حافره جسه آلیان بدهات کرن. چکدارن العمشات حمزات و هیئت تحریر الشام پیر رادبون. اروکی تقص کرد که کمکوژیا در حافره به پشگیری بالافرا حکومت و گوهز آب ناو شاهین پیک هاتی. شامی اشکره کرد که دما او راستی ایریشان تین آرمان جوان اوه که پاراستنا پیکاتیان و ریوبریا خوصر بکن و اگر او ایریشان نافازن نایواتیا که برسوانجینه.